به نام خدا. سلام، من علی رحمتی توکل هستم. حاشیه نرم. بریم با هم یک فرم بسازیم تو نرم افزار اکسل. فرم ها بسیار کاربردی هستن تو سازمان ها. از ابزارهای اکسل میخوایم استفاده کنیم، خیلی راحت یک فرم ایجاد کنیم که اغلب بخش های سازمان درگیر این فرم ها هستن. حالا یا خودشون طراحی میکنن یا استفاده کننده از این فرم ها هستن. برای نمونه من میخوام یک فرم درخواست خرید رو طراحی کنم، البته تو حالت بسیار ساده. این نکته هم در نظر بگیرید که این فرم ها میتونن تو سازمان های مختلف دارای سطوح پیچیدگی مختلف باشن. یعنی ممکنه توی سازمان این فرم ساده طراحی شه، توی سازمان ممکنه یک مقدار پیچیده طراحی بشه با توجه به ذی‌نفعانی که تو اون سازمان هستن و نیازهایی که دارن و بلوغ سازمان و پارامترهای متعددی که وجود داره، مثل نوع صنعت، نوع پروژه و غیره. میتونه این فرم ساده باشه یا پیچیده باشه. خب ما یه فرم ساده رو طراحی میکنیم، صرفا میخوایم با طراحی فرم آشنا بشیم. میام یه سری سرستون رو انتخاب میکنم. از سرستون C انتخاب میکنم تا یکم میرم جلوتر تا سرستون مثلا T. این رو سلکت میکنم، موس رو رها میکنم. سرستون ها رو الان من انتخاب کردم. وقتی سرستون رو انتخاب میکنم کل ستون انتخاب میشه، یعنی همه ردیف ها تو اون ستون انتخاب میشه. حالا موس رو رها میکنم، رو مرز بین دوتا ستون که این خطهای حائل وجود داره موس رو نگه میدارم. موس به صورت فلش دو جهته میشه، نگه میدارم موس رو و عرض ستون رو یکم کاهش میدم. با اسکرول بار میام این و تعداد ستون هایی که نیاز دارم رو به این ترتیب تو نما افزایش دادم. یعنی تو نمایی که دارم میبینم سعی کردم ستون های بیشتری رو ببینم تا بتونم ازشون استفاده کنم بدون اینکه نیاز باشه اسکرول کنم یا زوم رو تغییر بدم. خب اینجا میام یه محدوده رو انتخاب میکنم، مثلا فرض کنید تا اینجا رو انتخاب میکنم. این قسمت بالا فعلا نیاز نداریم، یه مقدار کوچکترش کنیم. این قسمت رو انتخاب میکنم. بعد میام از قسمت هوم یک بوردر یا خط دور براش در نظر میگیرم از قسمت هوم. خب بوردرها اینجا هستن، یعنی تو قسمت هوم بوردرها اینجا میتونیم در واقع انتخاب کنیم که از چه نوع بوردری میخوایم استفاده کنیم. قبلش باید محدوده رو سلکت کرده باشیم که من سلکت کردم. میتونیم بیایم رنگ بوردر یا خط دور رو یا لاین کالر رو اینجا تغییر بدیم. به صورت پیشفرض رنگش مشکی هست، رنگ سیاه هست، ولی ما میتونیم تغییرش بدیم. مثلا بیام از رنگ هایی که اینجا وجود داره استفاده کنم، عنوان مثلا از این رنگ من استفاده میکنم. خب بعد میام دوباره باز میکنم این پنجره رو. الان رنگ سلکت شده، فقط کافیه بیام از یکی از این حالت ها استفاده کنم. من میام فرض کنید کل قسمت رو، کل سلول های انتخابی رو میخوام بوردر بندازم، یعنی تک تک سلول ها قراره خط دور داشته باشن. خب همونطور که ملاحظه میکنید تک تک سلول ها من خط دور دادم. حالا میتونم اینها رو با هم دیگه در واقع مرج کنم یا در واقع بعضی از سلول ها رو به شکلی که دوست دارم استفاده کنم. به عنوان مثال من میام قسمت ردیف اولش رو و ردیف اول و دوم این محدوده رو میام سلکت میکنم و این محدوده رو سلکت میکنم. میام از قسمت هوم گزینه مرج رو استفاده میکنم، گزینه مرج. خب الان ببینید مرج شد. اینجا میام اسم فرم رو وارد میکنم، مثلا میزنم فرم درخواست خرید، درخواست خرید کالا مثلا. خب همه محدوده رو انتخاب میکنم و از قسمت هوم
از قسمت هوم میام اینا رو وسط چین میکنم، هم از نظر عمودی وسط چین میکنم، هم از نظر افقی. بعد از اینکه وسط چین شد میتونم بیام فونتی رو که دوست دارم اینجا مشخص کنم. مثلا من میام از فونت، از همین قسمت هوم، فونت بی تیتر رو استفاده میکنم و سایزش رو از طریق این دکمه A بزرگ افزایش میدم و یه رنگی هم برای در واقع این عنوان انتخاب میکنم. خب یه ستون اینجا، من یه ستون دیگه اضافه میکنم اینجا، یعنی بعد از این میخوام ستون اضافه کنم. برای این کار میتونم بیام فرمت این ستون رو به ستون کناریش انتقال بدم. این ستون رو انتخاب میکنم، سر ستونش رو، و بعد میام از این قلمو استفاده میکنم، فرمتش رو به ستون بغلی انتقال میدم. خب چون این ور دو تا ستون داشتیم، میخواستم این ورم دو تا ستون داشته باشیم. خب میتونم بیام این قسمت رو انتخاب کنم و مرج کنم. بعد از اینکه مرج کردم اینجا میتونم لوگوی شرکت رو بندازم. حالا من برم توی پیکچرهای عکسی رو بیارم و اینجا به عنوان لوگو قرار بدم. حالا من الان رو سیستمم باید یه عکس رو بیارم. برای اینکه یه عکس رو اضافه کنیم بعد بریم از قسمت اینسرت، این قسمت رو باز میکنم، زیرش یه گزینه پیکچر داریم و بعد وارد دیس دیوایس میشم و یه پنجره باز میشه. عکسی که دارم رو باید برم پیدا کنم و اینجا از قسمت مثلا دسکتاپ میرم مثلا تو سایت فوتو. حالا مثلا من یه عکس اینجا دارم، فرض کنید میام از این عکس، حالا فرض کنید این لوگو سازمانمون هست، یه عکسی رو میارم، حالا که طبیعتا باید قبلا سایز شده باشه، من سایزش رو کوچیک میکنم که تو این محدوده بتونه قرار بگیره. میشه لوگو فرض کنید سازمانمون. خب این فرض کنید لا از همین اولی استفاده کنیم شاید باز بهتر بشه. خب همین اولی که خوبه، این میشه لوگو سازمانمون. و این قسمت میخوام شماره فرم و تاریخ فرم رو وارد کنم. شماره و تاریخ. اگر قرار این فرم دیجیتالی باشه، یعنی نرم افزاری باشه، ما باید یه سری نکات رو رعایت کنیم. اگر قرار پرینت گرفته بشه و به صورت دستی پر شه، یه سری نکات دیگه. حالا من فرض میکنم که قرار هست این فرم در واقع به صورت پرینتی و دستی کار بشه. برای این کار میام اینا رو مرج میکنم، این دوتا رو مرج میکنم و اینجا می‌نویسم شماره و تاریخ. شماره 2 نقطه، زیرش هم می‌نویسم تاریخ و 2 نقطه. خب این دوتا رو چپچین میکنم که شماره و تاریخ فرم اینجا وارد بشه. قسمت فوقانی رو نیاز ندارم اینقدر سلسل باشه، میتونم مرجش کنم که اصلا در واقع ظاهر بهتری پیدا کنم. خب موارد دیگه نیاز داریم که چه کالایی قرار سفارش داده بشه. من میام اینجا مثلا می‌نویسم فرض کنید نام کالا. اینجا این مقدار لازمه که چون نام کالا ممکنه در واقع زیاد باشه از نظر تعداد کاراکتر، میتونیم هم عرض ستون رو بیشتر کنیم، هم میتونیم سلول ها رو مرج کنیم. خب من اینجا الان مرج میکنم چون بانک اطلاعاتی نیست، این یک فرمه. میتونم مثلا بگم نام کالا بیشتر از این تعداد نمیتونه باشه. نام کالا. ستون بعدی رو میخوام بذارم چی؟ فرض کنید مشخصات مثلا فنی، حالا مثلا سایز و ابعاد و اینجور چیزا اگر حالا مهم هست، یا میتونم اینجا ریفر بدم به یک اتچمنتی، مشخصات فنی
و بعد تعداد، حالا میتونه اول واحد وارد بشه، مثلا واحد اندازه‌گیریش چی هست این کالا، متر مربع، پکیج هش که هست، و بعد تعداد مورد نیاز هست که ما چقدر نیاز داریم. من این تعداد مورد نیاز میذارم این ور، واحد رو باز با سل بغلیش مرج میکنم، تعداد مورد نیازم با سل بغلیش مرج میکنم. میتونستم عرض ستون ها رو زیاد کنم، این کارم بازم تکرار میکنم، میشد این کار رو کرد. و زمان مورد نیاز این که این کالا رو من برای کی نیاز دارم، برای چه زمانی، برای چه ماهی، برای چه روزی. حالا میتونه اطلاعات دیگه مثل برند اون کالا، چه برندی توصیه میشه و تو چه پروژه استفاده میشه و الی آخر. حالا نمیخوام خیلی روش وقت بذارم. قبل از این میتونم اینجا دپارتمان، حالا یا میتونم بعدش مثلا دپارتمان متقاضی رو وارد کنم. فعلا میام این قسمت بالا رو مرج میکنم، نام کالا، خب نام کالا هم که اینجا وارد شده، مشخصات، تعداد، اینا اوکی هست. من میخوام این فرمت اینجا رو هم یه مقدار به پایین تسری بدم، یعنی کپی کنم فرمت اینو رو سر سلول های پایینی. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام این قسمت رو بذارید اینا رو فعلا این قسمت رو میتونم بگیرم درگ کنم پایین، حالا با عناوینش میاد، یا میتونم از این قلمو استفاده کنم، از این قلمو به پایین اینا رو چیکار کنم؟ کپی کنم. ببینید الان دقیقاً فرمت این محدوده‌ای که مرج شده بود به پایین کپی شد. خب حالا اگه ستون‌های دیگه نیاز داشته باشید که اینجا اضافه میکنید، اگر نیاز نداشته باشید میتونید این قسمت رو برای زیباتر شدن فرمتون میتونید مرجش کنید. حالا من این قسمت رو مثلا مرج کردم، این قسمت هم اگر نیاز ندارید میتونید به همون ترتیب انتخاب کنید و از قسمت هوم مرج رو بزنید تا این سلول ها در واقع یکی بشن، ادغام بشن. قسمت پایین فرم من میام یه فضایی ایجاد میکنم یا مرج میکنم. این فضا رو میتونم حتی براش مثلا رنگ بذارم، میتونم بیام اینجا براش یه رنگی بذارم که فرمم ظاهر حالا بهتری داشته باشه. اینا حالا کارهای سلیقه‌ای دیگه، حالا هر کسی ممکنه به این شکلی بپسنده. خب بعد میایم این پایین مثلا میایم می‌نویسیم که من از حالت مرج میخوام خارج کنم، چون این سه جاها مرج شده دیگه، این میتونم کلش رو انتخاب کنم، یه بار دیگه رو مرج بزنم از حالت مرج خارج میشه. حالا درسته بوردر نداره ولی میتونم بوردر رو خودم اضافه کنم. خب اینجا می‌نویسم چی؟ نام و امضای چی؟ متقاضی. نام و امضای متقاضی. خب اینو میام این یه تیکه رو مرج میکنم، این یه تیکه رو میذارم برای متقاضی. خب این بهتره بیاد بالا و سمت راست. و بعد یه تیکه رو میخوام بذارم برای مثلا نام و امضای چی؟ مدیر واحد. یعنی مثلا یک شخصی تو واحد برق متقاضی بوده، حالا مدیرش باید تایید کنه تا خرید اتفاق بیفته. میخوام یه بخشی مثل همین اینور داشته باشم. بخشم اینجا نظر میگیرم، مثلا میام یه تیکه رو مرج میکنم، اینم میذارم چی؟ نام و امضای. یا میتونستم کپی کنم حتی، حالا من آندو میکنم برگرده به قبل، میتونم اینو بگیرم درگ کنم این سمتی، ببینید به سمت چپ عین همون کپی میشه، در واقع مرج و همه اتفاقا میفته. نام و امضای مدیر متقاضی و بعد نام و امضای مثلا حالا مدیر عامل، مدیر خرید فرض کنید، مدیر متقاضی درخواست میده و بعد میره واحد خرید اینو امضا میکنه که در واقع جزء تعهداتش باشه که این کار رو انجام بده. حالا واحد خرید، واحد بازرگانی. خب پس این یه قسمت رو برای حالا نام، امضا، تاریخ متقاضی، مدیرش و مدیر خرید میذاریم و جزئیات هم که اینجا اومده.
برای بهتر شدن باز هم ظاهرش شما میتونید یه کارهای دیگه روش انجام بدید. حالا من یه سری تغییرات میخوام بدم، دقت کنید. میام یه تیکه پایین رو به قول خودم استند بای نگه میدارم و آزادش میکنم. این یه تیکرم تا اینجا مرج میکنم، اینم این یه تیکر رو مرج میکنم. خب ببینید الان این قسمتی که برای ما خیلی اهمیت داره، قسمت میانی رو شما الان در اینجا ملاحظه میکنید که جدا شد از ما بقیه فرم. میام اینجا یه فونتم برای اینجا میذارم. حالا من چند تا ردیف ها رو میخوام دیلیت کنم که شما از طریق انتخاب ردیف ها و بعد راست کلیک و دیلیت میتونم چند تا ردیف ها رو حذف کنم که شما کل فرم رو در واقع توی اینجا بتونید ببینید. خب این در واقع یک نمونه فرم بود که حالا میتونید از این استفاده کنید. حالا من یه ردیف دیگه هم میذارم بالاش، یه ردیف هم انداختم بالای این که لازم هست دوباره اینجا اون مرج رو انجام بدیم. که ببینید الان این تیکه که قرار اطلاعات وارد شه وسط فرم هست. میام برای اینها هم یک در واقع عکس، یک رنگ برای بک‌گراند این سلول ها، یعنی برای داخل این سلول ها یه رنگ تعیین میکنم. از طریق اینجا مثلا میام یه رنگ رو براش انتخاب میکنم، فونتش هم در واقع بولد میکنم و یه مقدار سایزش رو بیشتر میکنم. اینجا هم همینطور، اینجا هم شما هر تغییری بخواید بدید میتونه انجام بشه. اینم مثلا فونت کودک حالا یا فونت مثلا هوما. حالا بعضی موقع شما ترجیح میدید کل فرم با یه فونت باشه. حالا من رو این اصراری ندارم، حالا میتونیم از هر فونتی که در واقع میپسندید استفاده کنید. خب این یک نمونه فرم بود. اینجا از یه سری ابزار استفاده کردیم، از تراز کردن افقی. ببینید این تراز کردن وسط چین از نظر ارتفاع هست. این میبره بالای سلول، میاره پایین سلول، میاره وسط سلول. این چپ چین، وسط چین، راست چین بود که من از این ابزار استفاده کردم. از مرج کردن استفاده کردم، یعنی چند تا سلول رو ادغام کردم. رنگ بوردرها رو اینجا مشخص کردم و بعد اومدم اون محدوده رو گرفتم، اینجا بهش بوردر دادم. حالا میتونیم بیایم برای کل فرم یک بوردر توپر یا بولد، پررنگتر، ضخیمتر استفاده کنیم. میایم اینجا از این بوردر استفاده میکنیم برای اینکه بوردر در واقع بیرونی کل فرم یه مقدار ضخیمتر باشه تا ظاهر و جلوه بهتری داشته باشه. و این قسمت هم میتونم از در واقع یک رنگ بک‌گراند و تغییر رنگ فونت استفاده کنم تا ظاهر بهتری داشته باشه. بعضی موقع نوشته هاتون چسبیده به گوشه سلول. چرا؟ خب علت هم داره. علتش که من راستچین کردم اما نمیخوام دقیقاً به چسبه به خط، یه مقدار خواناییش کم میشه. اون نام خیلی چسبیده به این خطه، چیکار کنم که یکم فاصله بگیره؟ حالا بعضیا میان پشت نام اسپیس میزنن ها، این کارم میشه کرد، حالا نه اینکه غلط باشه. ولی یه راه دیگه هم داره. یه راه دیگه این که من سلول رو بگیرم از طریق دکمه increase indent این دکمه رو یه بار بزنم. هر بار که میزنید خودش یه فاصله میده، اما ممکنه ترازش به هم بخوره. اشکال نداره، دوباره ترازش کنید. اینم انتخاب میکنم، یه increase indent رو میزنم، دوباره تراز میکنم. اینم همینطور increase indent و بعد تراز. ببینید یه فاصله ای با اول در واقع فرم و با اون بوردرها گرفتن که خب این در واقع خوانایی فرم رو بهتر میکنه. شما ممکنه برای خواناتر شدن این جدول میانی، چون ممکنه تعداد ردیف‌هاش زیاد باشن، اگه بخواید خواناتر بشه ممکنه بیاید این ردیف‌ها رو مثلا یکی در میون رنگی کنید. یعنی من این ردیف رو انتخاب کنم، بعد از اینکه این ردیف رو انتخاب کردم کنترل کیبورد رو نگه دارم، ردیف‌های بعد رو هم انتخاب کنم و بعد بیام اینجا از یک
مثلا رنگی استفاده کنم، من رنگی حالا خودم تمایل دارم استفاده کنم و ببینید الان فرم من هم ظاهر خوبی پیدا کرد، هم خوانایی داره و هم یک فرم حرفه‌ای میتونه در واقع قلمداد بشه. خب مرسی از اینکه وقت گذاشتید. من قصد دارم حالا دوره‌های در واقع کلیپ های آموزشی رو بیشتر روش وقت بذارم، براتون ضبط کنم، یه سریاش رو توی پیج بذارم. البته خب نمیگم که کل دوره ها رو میشه این شکلی ضبط کرد، ولی به هر حال یه بخشی از دوره ها رو، مواردی رو که میشه رو ضبط میکنم و توی پیج میذارم. امیدوارم بتونید استفاده کنید و اگر دوست داشتید و احساس کردید مفید هست، محبت کنید به دوستانتون، همکاراتون این کلیپ ها رو ارسال کنید و با حمایتاتون از این کلیپ ها مثل قبل که حالا محبت کردید، حمایت کردید، باعث دیده شدن این کلیپ ها بشید و به قول معروف به من انگیزه بدید تا من هم بیشتر زمان بذارم و بدونم که شما هم دوست دارید این کلیپ ها رو و در خدمتتون باشم. مرسی، امیدوارم موفق و مؤید باشید.